سلام دوستان رمانکده، امیدوارم حالتون خوب باشه. شما رو به شنیدن ادامه رمان دعوت میکنم. پارت 5. فرزاد در جلو رو باز کرد و من رو تقریباً هل داد تو ماشینش. بغضم شکست. بلند بلند گریه میکردم و زار میزدم. فرزاد بی هیچ احساسی نگاهم میکرد. به سمت تهران نمیرفت. برام مهم نبود کجا میره. زندگیم رو نابود کرد. فرزاد کلاف ماشین رو زد یه گوشه و گفت این چه کاری بود دلربا؟ از طرز بیانش تعجب کردم. آخه هیچ خشمی توی صداش نبود. لحنش به طرز غریبی غمگین بود. زمزمه کرد فکر نمی کردم که تا این حد از من متنفر باشی که بخوای از خونه فرار کنی و به کسایی پناه ببری که اصلا نمیشناسیشون. پوزخندی گوشه لبم شکل گرفت. تو چه میدونی آخه فرزاد؟ چه میدونی؟ با لحن سردی گفتم کجا میریم؟ بابات ازت به قدری عصبانیه که اگه ببینتت قطعا سر از تنت جدا میکنه. گفتم برام مهم نیست. با کلافگی فریاد زد لعنتی برای من مهمه. نفهمیدی؟ تو این مدت نفهمیدی چقدر دوستت دارم؟ با ناباوری به فرزاد نگاه کردم. قطعا این بازی روزگار با من بود. با بغض نالیدم اما من حرفم رو قطع کرد. با غم و بغض گفت تو اون پسره رو دوست داری ولی اون خودش نامزد داره. زمزمه کرد بازی روزگار رو میبینی؟ من تو را دوست دارم او دیگری را. دلم از حرفی که زد خیلی گرفت. دیگه ازش متنفر نبودم. اونم عاشق بود، عاشق من، ولی من عاشق اون نبودم. عاشق شهریار شده بودم. فرزاد من رو برد تو خونه مجردی خودش. به هیچ کس هم نگفت که من رو پیدا کرده. خودش هم به خونه پدریش برگشت و من نابود شده از عشق یک طرفم. توی این مدت همش احساس میکردم یه چیزی رو گم کردم. شبها تو خلوت خودم فقط گریه میکردم و از خدا میخواستم منو از جهنمی که توش گیر افتادم خلاص کنه. روز موعود رسید. روز نابودی من و روزی که عشقم شهریار مال یکی دیگه میشد. با وجود تمام خواهش‌های فرزاد برای نرفتنم به عروسی شهریار و پانیز من تصمیمم رو گرفته بودم. جلوی آینه قدی اتاق خواب ایستادم و رژ لب قرمز رنگ رو با شدت روی لب‌هام مالیدم. دستی به لباس شب مشکیم کشیدم. یک پیراهن دکولته که یک پیراهن از جنس گیپور سنگدوزی شده روی اون پوشیده بودم رو تنگ کردم. موهای بلندم رو تماما فر کردم و باز گذاشتم. یک کلاه فرانسوی ظریف رو روی سرم کج گذاشتم. پالتوم رو پوشیدم و کیف دستیم رو برداشتم. از در اتاق زدم بیرون. فرزاد توی حال نشسته بود و داشت غر میزد. دلربا خواهشم بیخیال شو، اینجوری خودت رو عذاب میدی. همون موقع چشمش به من افتاد. اول با تعجب، بعد تحسین و بعدم با غم نگام کرد. حرفی نزدم و به سمت در رفتم. پشت سرم اومد و در ماشین رو برام باز کرد و کنارم نشست و راه افتادیم. چشمهاش غم رو فریاد می زدن و قلب من اونقدر لبریز از غم بود که فقط دعا می کردم امشب رسوا نشم. رو به فرزاد گفتم ناراحت نباش فرزاد، من باید برم تا باور کنم که اون مال یکی دیگه است. با این کارا فقط خودت رو عذاب میدی دلربا. لبخندی روی لبم نشوندم و گفتم بالاخره تموم میشه. با غم خندید و گفت زیبا شدی و دلبر. تو دلم نالیدم. زیبا شدم؟ اونقدر زیبا شدم که چشمهاش فقط من رو ببینه؟ پشیمون باشه که چرا عاشقم نشده؟ تشری به خودم زدم. دلربا، عروس پانیز دوستته. نباید به این چیزها فکر کنی. قلب من هر لحظه تپشش بیشتر می شد. از فرزاد شنیده بودم که سپهر بهش تو هزینه‌های عروسی کمک کرده. پانیز از دار دنیا فقط یک مادر داشت بدون هیچ خاله و عمه. شهریار و شهناز هم فقط هم رو داشتن. فرزاد گفته بود فقط بچه‌های کافی شاپ رو دعوت کرده. مراسمشون تو باغ خانوادگی سپهر که خیلی زیبا بود برگزار می شد. بالاخره رسیدیم. فرزاد ماشین رو پارک کرد و بهم کمک کرد تا پیاده بشم. یک کت شلوار مشکی پوشیده بود که خیلی اون رو جنتلمن کرده بود. این روزها خیلی برام بیشتر از یک پسر عمو بود. بیشتر برام مثل یه دوست شده بود. یه دوست با وفا. قبل از اینکه وارد باغ بشیم دستم رو گرفت و گفت هر جا و هر موقعی که اذیت شدی سریع بهم بگو تا بریم.
لبخندی زدم و گفتم ممنون فرزاد، تو دوست خیلی خوبی هستی. دستهای من یخ بود و دستهای اون گرم. بسم الله گفتم و وارد باغ شدم. از دیدن پانیز که تو بغل شهریار میرقصید تمام وجودم از غم پر شد. لبخندی روی صورتم نشوندم و به سمت شهناز که با خوشی به برادرش نگاه میکرد رفتم. توی اون لباس پرنسسیش مثل ماه شده بود. با دیدن من اول شوکه شد ولی فوری اخمهاش رو در هم کشید و نگاهش رو ازم گرفت. دلم گرفت اما به روی خودم نیاوردم. بهش رسیدم و با بغض نگاش کردم و با صدای لرزون گفتم شهناز. سری نگاهش رو پر از حرص کرد و به هم گفت هیچی نگو، فقط هیچی نگو. اومدی اینجا که چی بشه؟ بهترین روز زندگی برادرم رو خراب کنی دروغگو. از شرمندگی سرم رو پایین انداختم و گفتم به خدا هیچی نمیدونی، بذار برات توضیح بدم. با حرص و بغض گفت توضیح نمیخوام، فقط برو. تا اومدم حرفی بزنم فرزاد از پشت سرم گفت خانم به عنوان مهمون این طرز برخورد اصلا مناسب نیست، ما فقط مهمونیم. اومدن ما فقط یه تشکر برای اون 3 ماهه، نه بیشتر و نه کمتر. اون لحن جدی فرزاد و حرفهایی که زد شهناز رو ساکت کرد. به سمت من برگشت و دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت دلربا جان بریم به زوج امشب تبریک بگیم. دستم رو بدون هیچ حرفی به سمتش دراز کردم. به سمت جایگاه عروس و داماد راه افتادیم. هر لحظه تپش قلبم بیشتر می شد. فرزاد از سردی دستام فهمید که چقدر حالم بده. آروم زیر گوشم گفت آروم باش دلی، نذار دست دلت رو بشه. با صدای لرزونی گفتم سعی میکنم اما خیلی میترسم. با صدای محکم و جدیش گفت تا من هستم نگران هیچی نباش. به جایگاه عروس و داماد رسیدیم. نفس عمیقی کشیدم و یه لبخند روی لبم نشوندم. با دیدن من و فرزاد تعجب کردند، مخصوصا شهریار، و سریع اخمهاش رو تو هم کرد. پانیز هم با بی‌تفاوتی نگاه هم میکرد. نامردا انگار نه انگار که روزی دوستشون بودم. مجبوری از جاشون بلند شدن. پانیز توی اون لباس عروس خیلی زیبا شده بود و البته شهریار. سعی میکردم مستقیم نگاش نکنم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم سلام، تبریک میگم، امیدوارم همیشه خوشبخت باشین. فرزاد هم جدی و سرد گفت امیدوارم همیشه همدل و همراز باشین. شهریار چیزی شبیه ممنون زمزمه کرد. پانیز هم خیلی بی‌تفاوت تشکر کرد. از توی کیفم هدیه‌ای که براشون گرفته بودن رو درآوردم. هدیه رو بهشون دادم و گفتم یه هدیه کوچیک یا بهتره بگم یه یادگاری از طرف من. هدیه رو به سمتشون گرفتم ولی هیچ کدوم برای گرفتن هدیه دست دراز نکردن. از بغض داشتم میترکیدم ولی همچنان خودم رو نگه داشتم. فرزاد هدیه رو از دستم گرفت و گذاشت روی میز کنار بقیه هدایا. همون موقع اعلام کردن که قرار زوجها قبل از شام یک دور برقصن. شهریار و پانیز تمایلی به رقص نشون ندادن. چند تا زوج مشتاقانه داوطلب شدن. فرزاد خیلی جنتلمن دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت ای بانوی زیبا، افتخار یک دور رقص رو به من میدین؟ از حالتش خندم گرفت. خوب یاد گرفته بود تو اوج غم چطور من رو بخندونه. دستم رو توی دستش گذاشتم و گفتم البته. زل زد توی چشمام و دستم رو بالا آورد و به آرامی بوسید. معذب شدم و بی اراده نگاهم به شهریار افتاد که چطور با لبخند تمسخرآمیزی نگاهم میکرد. فرزاد بی توجه به حالت معذب من دستم رو کشید و به سمت پیست رقص برد. آروم من رو در آغوش گرفت. متعجب به دور و برم نگاه کردم. وای نه، رقص تانگو. من فکر میکردم فقط یک رقص عادیه. داشت حالم بد میشد. فرزاد دیگه اون دوست مهربون نبود. داشت شبیه باباش میشد. با گاز گرفتن گوشه لبم سعی کردم به خودم بیام. تقریبا فرزاد بود که داشت توی رقص من رو هدایت میکرد. وسطهای آهنگ فرزاد سرش رو توی گردنم فرو برد و نفس عمیقی کشید. دیگه نتونستم تحمل کنم. با حالت خشنی فرزاد رو پس زدم. با اشک تو چشماش زل زدم و بدون هیچ حرفی پایین لباسم رو گرفتم و به سمت پشت باغ دویدم. اشکام یکی پس از دیگری راه خودشون رو پیدا می‌کردن. روی زمین نشستم و سرم رو بالا بردم و به هلال ماه نگاه کردم. پایان پارت 5.